خب این تمرین کتاب درسی با x2 شروع کرده بود. فرمت های کلی x2 و x3 رو باید بلد باشیم. x2 همون u و x3 در واقع همون تابع لور میشه، اینجوریه. حالا چپ و راست میشه بالا، مثلا اگه بگی x2 به علاوه 2 گفتیم 2 واحد میاد بالا، اینجوری میشه. اگه x2 منهای 2 باشه 2 واحد میاد پایین. اگر x به علاوه 2 باشه کلا به توان 2 چپ و راست میشه و میاد اینور. مثبت میاره چپ، برعکس منفی میبره راست. اینا رو قبلا گفتیم. حالا این تمرین کار در کلاس کتاب درسی چی گفته؟ من این باید رسم سینوس کوسینوس رو توضیح بدم، ولی فعلا این کار در کلاسی که قبلا هم گفتیم، گفته طبق نمودار رادیکال ایکس دامنه رو داریم. گفته برد تابع رو مشخص کنیم. این نکته راجع به دامنه و برد بگم. ببین وقتی یه تابع داریم، مثلا فرض کن یه خط، بعد یه ورش تو خالیه، یه ورش تو پره. مثلا فرض کن از عدد 3 و 5 اومده به 8 و 12. خب وقتی به شما میگه دامنه رو به دست بیار، 2 تا محور داری x و y، پرس رو محور x. فرض کن این یه نخه. اگر این نخه رو با دست از دوور فشار بدی، بندازی رو محور x، از دوور فشار بدی، ساندویچش کنی رو محور x، قبول داری اینجاها رو پر میکنه، این تکه رو اینجا رو پر، بقیه این ورا هواه. خب این به این میگن دامنه. یعنی بعد 3 باز 8 چیه؟ بس. یعنی از 3 باز تا 8 بسته رو محور ایکس ها کاور میکنه، پر میکنه. پس اصطلاحاً میگن دامنه اون تابع F مساوی میشه با 3 باز تا 8 بسته. برای برد همون پرسه فرض کن نخه منعطفه، با دست از دوور ساندویچش کن، بندازش رو محور وای. محور وای کجا ساپورت میکنه اگه بخوای چکش کنی؟ اینجا. درسته؟ پس این میفته اینجا. از 5 باز برد رو با رنج نشون، این از کلمه دامین میاد، یعنی دامنه. برد رو با آر نشون میدن، از کلمه رنج میشه. شنیدی میگن رنج قیمتش چنه؟ خب رنج یا برد ما بالای دامنه، برد ما میشه از 5 باز تا 12 تو پر یا بسته. این از تعریف دامنه و برد. حالا تو رسم شکل اینجا مثلا به ما گفت تابع رادیکال ایکس رو داریم، دامنش هم چیه؟ یعنی 0 و 4. 0 بدم چند میده؟ تو ابتدا و انتها رو میدی به عدد. اگه 0 بدیم 0 و 0، اگه 4 بدیم رادیکال 4 میشه چند؟ 2. 2 تا نقطه خاص داری، 0 و 0 که معلوم اینجاست. اگر 4 بدم میشه چند؟ 2. بعد یک چطور نقطه بدم؟ بعد کمان میخوای یه جدول بکش، بگو x y بدم 0 مگه y نبود مساوی میشه با رادیکال x؟ خودش گفته. به جای y بذار رادیکال، این میشه رادیکال 0. 4 بدم میشه رادیکال 4. رادیکال 0 0 رادیکال 4 2. انگار یه نقطه 4 و 2 دارم، یه نقطه هم 0 و این 2 تا نقطه A و B رو به هم وصل میکنی. حالا اگه پرسش کنم رو محور x چیو کاور میکنه؟ 0 تا 4 این دامنش. بردش چی؟ اگه پرسش کنم رو محور y، رو محور y اینو پر سایه میندازه. با دو دست از دوور محور y بیا پرس کن رو محور y، ببین چی میمونه. خب پس دامنه ما معلومه، ولی بردمون میشه از 0 تا 2، دوتاش هم بسته. 0 تا 2. این قسمت الفش. قسمت بهش چی میگه؟ گفته نموداره رو بیا چپ و راست و بالا و پایینش کن. یه تابع جدید کای ایکس داریم، گفته میشه همون اف ایکس منهای 2. 2 باید به سمت چپ یا راست؟ راست. منفی مثبت ایوری بود، مثبت برعکس ایوری. خب خود رادیکال ایکس رو که داریم، 2 واحد حلش میدیم اینورتر، به راحتی رسم میشه. از اینجا 2 تا از اینجا بکش این. حالا برای که مطمئن بشید نمودار دقیقه، 2 تا معمولا نمودارات با 2 تا خط با 2 تا نقطه خاص داریم. تابع اصلیم از 0 بود تا این، درسته؟ از این بود تا این. وقتی میگه 2 واحد حلش بده، 2 تا نقطه مهمی بنفش هست. اینو 2 واحد ببر جلو میشه این. این هم 2 واحد میبری جلو میشه این. حالا این دوتا رو به هم وصل میکنه. این میشه تابع رادیکال ایکس منهای 2 به همین راحتی. بعد 2 تا نقطه رو رسمی بعد به هم متصلش میکنه. اون یکی گفته ایکس به علاوه 3 عدد بیرونه. بیرون یعنی بالا و پایین، پس بالا هم میره. خود رادیکال ایکس 3 تا وریبل 1 2 3.
این نقطه میشه اینجا، این نقطه میشه کجا؟ 3 تا بیاد بالا 5. اینجوری میشه. اصلا تابع قبلش انتقال. آفرین، دقیقاً. یعنی ما خود رادیکال ایکس رو که داشتیم، رادیکال ایکسمون از اینجا تا اینجا بوده. 2 تا نقطه مهمش ابتدا و انتهاشه. 3 باید بره بالا، 1 2 3 باید بره میرسه به این، 1 2 3 باید میرسه. حالا این دوتا رو به هم وصل میکنه. انگار همه نقطه ها 3 باید رفته بالا. اون بالایی میشه رادیکال ایکس به علاوه 3. حالا اگه بخوای دامنه و بردش رو به دست بیاری، بردش از اینجا تا اینجا کاور میکنه، درسته؟ این میشه آرش. 3 تا 5. دامنش از پرس کنی رو محور ای، دامنش اینو کاور میکنه. بازم 0 تا 4. نکته مهم اینه وقتی تابع رو بالا و پایین میکنی، دامنه عوض نمیشه. دامنه وقتی مثلا این وقتی قدر ایکسه، هولش بدی بالا، مثلا میشه این دیگه، دامنش همونه، ولی بردش قبلی از 0 بود تا بی نهایت، حالا از اینه از تا بی نهایت. مثلا تابع رادیکال ایکس دامنش همیشه اینه، وقتی هولش بدی بالا رادیکال ایکس به علاوه 5 هم باز دامنش همونه، همین این پایین رو پر میکنه. وقتی بالا میبری دامنه عوض نمیشه، وقتی چپ و راست میکنی برد عوض نمیشه. هولش دادی فقط رو محور وای دستکاری نکردی، فقط رو ریل هولش دادی چپ و راست. این نکته مهمه. بریم ادامهش. من رسم سینوس کوسینوس رو بگم، خیلی ساده. اگه بخوایم بگیم شما یه محور x داری، یه محور y داری، 4 تا نقطه مهم داری. اول مطمئنیم از 0 تا 2 p، درسته؟ وسطش یه بار نصف کن، p به دست میاد. یه بار دیگه هم نصف کن، چی به دست میاد؟ p دوم. خب حالا اونجا هم حتما چیه؟ 3p دومه. نگاه، نیم p، یه p، 1 و نیم پی، 2 پی. نیم پی داری میری جلو. نیم پی، یه دوم یه دوم. نیم پی، 2 تا نیم پی، 3 تا نیم پی، 4 تا نیم پی، 4 تا نیم میشه 2. خب حالا یاد باشه سینوس با 0 شروع میشه و رو به بالا هم میره. این پی دوم عددهای بین 0 و 1 و -1 نوسان میکنه. وقتی 0 الان اینجا بالا فرض کن اینجا 1، حتما تابع بین 1 هست و بین چی؟ -1، یعنی بیشتر از اون نمیره بالاتر. قبوله؟ این 2 خط افقی بکشی. حالا این وسطه اینجوری میشه، این وسطه اینجور بالا و پایین میشه، دی بالاتر از اون نباید بره. تو این که خودش 0. قبوله؟ میرسه به کجا؟ از 0 رسید به 1. میبینی؟ بعد از 1 دوباره میرسه به 0. دیدی گفتم بین 0 و 1 و -1 جابجا میشه. بعد از 0 میاد تو -1. یه واحد انگار کم میشه، یه واحد کم یا زیاد میشه. بعد یه واحد چی میشه؟ اضاف میشه دوباره. به این میگن تابع سینوس. این آبیه. وای مساوی سینوس ایکس اینجور رسم میشه تو بازه 0 تا 2 پی. ولی از دوبر ادامه داره. یعنی چی؟ یعنی اینجوری ادامه داره، اونم ولی هی تکراره، یعنی همین کپی شده بعدیه. حالا بریم رسم کوسینوس رو یاد بگیریم. پس اگه بخوایم حدودی فقط تو ذهنمون باشه، سینوس این شکلیه. این وسط پیه، اون 2 پیه، این هم پی دومه، اونم 3 پی دومه. بالا و پایینش هم 1 و این از رسم سینوس. حالا رسم کوسینوس چه شکلیه؟ باز یه محور داریم، اینجا x، اینجا y. میخوایم y مساوی کوسینوس x رو رسم کنیم. خیلی راحت. بازم گفتم یه 2 پی داری، یه بار نصفش میکنی پی، همون نصف رو یه بار دیگه نصفش کنی، اینجا پی دومه، اونجا 3 پی دوم. سینوس از 0 شروع میشد، ولی کوسینوس از 1 شروع میشه، از قله شروع میشه. میدونی چی میگم؟ از قله شروع میشه. پس از این بالا شروع میشه. یادتو گفتم این باید حتما بین 1 و -1 باشه. مثبت 1، اینجا مثلا منفی. خب حالا چجور
از بالا شروع میکنه، از اینجا. این حتما اینجوری میاد پایین، درسته؟ درست بکشم، اینجوری میشه، بعد میاد اینجا میشه رسمش مهمه، ایجادش عوض میشه میاد بالا، اینجا از 1 میاد به 0، از 0 میره به -1، از -1 دوباره میاد به 0، از 0 میره به 1. جهتش هم انگار در است. پس رسم کلی کوسینوس هم اینه، از 1 شروع میکنه اینجوری میاد بالا، یه یوه. همین ادامه هم داره، درسته؟ ولی خب چون تکراره دیگه نمیکشیمش، میبینی؟ فقط این یه دونشو میکشیم تو بازه 0 تا 2π. حاله؟ اینم از این رسم سینوس و کوسینوس. تو یه شکل بخوای حفظ کنی اینه، سینوس از 0 شروع میشه، این سینوسه، کوسینوس از 1 شروع میشه. از 0 از 1. آره. حله؟ این تا اینجا.